کار تمام جناب قرمزی. طبق گفته‌تان کار را انجام دادیم. حالا اکنون دعوای خونین سر شد. بین عائله رشید و تیمور جنگ و جدال سر شد. انتظار می‌شویم که کی این عائله‌ها یکدیگر را می‌کشند. برای گرفتن نقطه‌های نفت کارمان آسان شد. نه سردارم. هیچ کس حالا مقصدی مرا نمی‌داند. همه این کارها تنها برای نفت بود گوی؟ برای این ما را به چنین حال گرفتار نمودید؟ آرام باش. حالا صبر کن. عسکران آیند همش را نقل خواهی کرد. به پسر رشید زنگ زده گویم یگان دوای خونی باقی نمیماند. بله من سردار نجات دهنده و تیمورم. برای یک خبر زنگ میزنم. مرحمت. گذارید به این طرف. گذارید به اینجا برای شما به خطر است. آلدو با شما کمک میرساند. چی کم بوده که دارید گپ زنید تا اینکه با شما کمک رساند. پگاه شما را به استانبول روان میکنیم. خیش و تباراتون در همانجا بوده است. اپای من هم همانجاست و یا شوهرش طبیبند. اگر خواهید با شما کمک میرساند. من به دخترم به هیچ کجا نمیروم. انشالله پگاه علاجش را میابیم. شما استراحت کنید. من باید تعجیلا روم. خدا از شما راضی باشد رئیس. طبق رسانه‌ها از جای حادثه در جستجوی پلیس 5 نفر عسکری که با آقای تیمور بودند خویش و تبارونشون رو برای پرسپاس پیدا نمودند. نزدیکان آقای رشید باشند در جستجوی عائله آقای تیمورند تا اینکه از آنها قصاص گیرند. این دعوای خونین بین این دو عائله به آسانی تمام نخواهد شد. با گفت معلومات‌ها عائله آقای تیمور رو رئیس ناحیه طاهر کیا از این دهه به جای بی‌خطری کوچانیده است. با ما باشد بینندگان عزیز تا برنامه‌های آینده. پدر جان. ابراهیم پسرم. پدرم نامده. میآید پسرم میآید. احوالش خوب می نموید. همشهر می توانید همین شب پسرتون رو برید. اگر نخواهید صبح سحر برید. در اصل یگان کسله مهم نیست. باید گویم که این کسله آسم است. با احتیاط باشید. راست میگوید آقای دکتر. تشکر باشید. خدا شفا دهد. طاهر تو حالم ناآمده است. من مانده شدم از این حال و احوال. فقط دیگران را فکر میکند. ما را هم باید کمی فکر کند. فکر کرده گپ زن دلو. بیچاره به استراحت نرفته است که وظیفه‌اش همین است. چیزی که نباشد پسرش را باید به این احوال تنها نمیگذاشت. من دیگر طاقت کردن نمیتوانم یلماس. الا دیگر چاره ندارد. خودت میدانی. بله میدونم. تو گفتنی که طاقت کنم و یک عمر همین خیل بود. احوال چطور است؟ خوب است. تو را چند مراتب پرسید. دکتر گفت که امروز میتوانید برید. باید یک چند روز استراحت کند. طاهر چه شد؟ چند کس مرده است؟ زخمداران زیادی رو اینجا آوردند. این کار را کی میکند طاهر؟ در داخل یک کار دیگر است، اما تا حال راهی حلش رو نیافته ایستاده. پلیسان از پای قاتلانند. البته یگان نتیجه پیدا خواهد شد. اطرافتان را احاطه کردیم و یگان چگونه اختر نمیتوانید. تسلیم شوید. دستهایتان را برداشت و بیرون برایید. خیلی کاری خطا میکنی. تسلیم شوید گفتم. مرا هیچگاه دستگیر نمیکنند. ببین من حجت دارم. آرام شو.
ҳуҷҷати ҳақиқист. агар хоҳӣ туро ҳам наҷот медиҳам, биё маро раҳо кун. таслим мешавем. биед рафтем. таслим мешавем. اینها را گرفته برید. من از تو نمیترسم. نمیترسیده است احمق. عملیات رو برباد دادی ابله. مرا سر ده وگرنه به سرت بلا میارم. سر ده گفتم. تو از این کارت سخت پشیمان میشوی بچه. راه گرد. اگر خواهی کمی دیگر انتظار شد حاضر بیدار می شود. دیر موندم. بعضی کارهایی هست که باید به انجام رسانم. گوش میکنم کمیسر. بله آنها را دستگیر کردید. معلوم بود که به دست میافتند. مایلش من حاضر میآیم. چی شد طاهر؟ قاتلان را دستگیر کردند. در بینشان چتین هم بوده است. در این کار خرمیزی هم علاقه داشته است. خوش آمدید رئیس. مرحمت. حالا گوید از پس این کار شما هم هستید. کنی گپ زنید نقشه نباتیتون چی است؟ من وظیفه‌ام را اجرا میکنم. من آدمی دولتیم. این خیل باشد به مثل ما کارگر حقیقی باشید. فهمیدید؟ من همه چیز را میدانم رئیس. یک خواهش دارم. به نزد من همسرم میرم را بیارید. او را مراتب آخر دیدن میخواهم. التماس میکنم رئیس. مایلش گپ زنید. این چتین گفتنی شخص به من گفت که همسرت بی‌ناموسی میکند. ما را فریب نبوده. بعد هم به توی حمله کرد. خلق را کشتند. بعد فهمیدم که همه گفته‌هایش دروغ بوده است. مقصد این کاری کرده هاشون گرفتن نفت جناب رشید بوده است رئیس. دولت به گفته های یک قاتل باور نمی کند. دمت را گیر. دولت با کی باور کند نکند از تو نمیپرسد. ظلمی که شما به سر خلق میارید ذره دلتان نمیسوزد. حتی در خیالتان نمیزند. باز از پشت پنجره به مثل سگ داد میزنید. این را شعبه ضد تروریسم آوردند. آزاد کردن چتین را میخواهند. این باری اول نیست رئیس. چندین مرتبه در جنایت‌های وزین دستگیر میکردیم، ولی این خائن‌ها از پشت این حجت‌ها رها میشدند. ایستا
حاضرین جبر دیده است. این را حالا آزاد نمیکنید. من با آقای مفتش خداحافظی میکنم. اما گفتم حالا آزاد نمیشود. اختیارش در دست من است. من با مفتش همش را میفهمونم. کاری خطا میکنی رئیس. دخالت نکن. خطای عظیم میکنی. از وظیفه‌ات محروم میشوی. برعکس در حیاتم بسیار کاری خوب رو میکنم. شخصانی که تروریسم رو تشکیل میکنن باید در محکمه عمر به سر برند. شما برای این شخصا خون ملت را به ایست میریزانید. دولت از شما برای این آدمان دست کشد. خیلی کارمان پیش میرود. اکنون همه کارها دیگر خواهد شد. آفتاب میبرد. شما برای انسان‌ها را زیر پنجره شیراندن لازم. تو عمر بعد زیر پنجره خواهی ماند. این را هیچگاه از خاطرت نبرار. خدا از تو ناراضی است. تمام مردم از تو ناراضی است. رئیس اینها رو نباید این خیل تهدید کرد. با فکر من برای این حال وقت لازم است. من هم به مثل شما بی صبر می شوم، اما توقع میکنم که روز همه آنها رو دستگیر میکنیم. با فکر من آن وقت فرا رسیده است. برای این یک عائله رو نجات دادن لازم. وسط راهی دوای خونین شدن در کار. در دستمان دو چیز است. اگر آن رو سر دهیم برای من وزین تر می شود. اگر جزایش رو دهیم ترسان می شود. همین برای من بسنده است. این خیل نمیشود مادر. من رفته دخترم رو گرفته میارم. چیزی شود نشود دخترم رو نجات میدهم. شین در جویت به یگون جا نمیروی. من میروم. یگون روز گریخته حتما میویم. تو رو زنده نمیگذارم دخترم. برای دخترت شده به اونها زید برآمدی. ایستید من خودم میبینم. ایستید. همینجا ایستو. با شما خبری خوش دارم. مثل تخمین کرده هم راست بوده است. خوب، ولی به ما چه علاقه دارد؟ در این کار دیگر کس دست داشته است. برای سر زدن دوای خونین شخصی را نقطه نفت لازم شده است. این گپ ها را با جناب رشید نقل کردم، پس راحت باید شد. انشالله آقای رئیس، انشالله. شما پدرم رو نمیدونید رئیس. بعد این حادثه دیگر او به هیچ کس باور نمیکنه. حالا ایستید. البته یگون علاجش رو می‌یابیم. و یک چیز دیگر، تیمور از شما یک خواهش داشته است. شما رو باری آخر دیدن میخواسته است. برادرم را کشت، پسرم را به دوای خودین دوچار کرد. من بر از جای نمیروم. از کاری کردهش خیلی پشیمان است. او را فریب دادن. البته جزایش رو میگیرد. اما شما باید او را ببینید. مایلش تنها به خاطر شما. من هم با شما میروم مادر. پسرم نمیشود. این آدم ها در همه جا شما را میجویند. از ما قصد گرفتن میخواهند. آخیر برای گرفتن دخترم اجازت نمیدهید. اقلا اجازت دهید که پدرم را ببینم. مایلش ما با احمد میرویم، اما شما با نزد آقای رشید روید. تمام امیدمون به شما. خواطر نشوید. یک گلاش کرده در آخر این دوای خونین رو به انجام میرسونیم. رئیس طاهر چه خیال جرأت میکند این کارا کند؟ شما چی کار میکنید ها؟ برای چه رو به این کار اجازه داده؟ از دست من هیچ چیز نمی آید. حالا هم میخواهید طاهر زنده باشد؟ وقتتان تمام شد. حالا میخیل طاهر ما را به حالمون نمیگذاری ها؟ کسی باشی نباشی صدی راهی من شده نمیتوانی. همه را دیر کرده میگذارم.
کسی مرا پرسید خانم پلین؟ بله آقای طاهیر، رئیس شهر زنگ زده بود. تا حال برنگشته است. در بالای میزتون بعضی حجت ها رو موندم. امضای شما لازم. من باید اینها را از نظر گذارانم. حالا اینجا نمیگذارم. باید به دهه رشید روم. بعد برگشتنم این حجت ها را دیده میبرم. حالا فکرم پریشان است. خوب شده است رئیس. الو؟ حالا باز به همان دهه می روند. بله، به دهه آقای رشید. فهما، خودت میدانی. اگر از دست آید او را به قتل رسان. از تو میداریم. فقط میگی زود کارمان را به انجام رسانیم. مرا فهمیدی؟ سردار چه خیل است؟ به اون به نزدیکی با خورده بودی؟ خیلی وقت شد که اکم رو ندیده بودم. اون دیر مثل هر وقت خوب است. آره، سردار همه وقت خوب است. خودش را خوب نگاه بین می کند. اکنون می آیم به کاری اساسی خودمان. تو را سرداری گروه می گذارم. تا این روز تشکیلات را خوب اداره کردن را می دانم. از تو باوری کامل دارم که از عهده همه کارها خواهی برآمد. اما این مراتبه به طریق دیگر کار میکنی. کارهایمان خوب نیست. برای همین یک نفر رو باید نیست. کی بوده است؟ هدفت رئیس طاهیر. با سبب چتین در محبس بودنش از تو میخوام طاهیر را به قتل رسانی. واه من با او حسابی ناتمام داشتم. کنی کارت را بینم باطن. این کار را به انجام رسان. و حالا به دهه رشید میرود و پیش از ده در آمدنش برای ماشینش سوزشواری میگیرد. فراموش نکن باقی سر و کار میگیری. فهمیدی؟ خوب شده است. تو نگران نباش. خوش آمده برادر. خوش باشی. چقدر سوزشواری رزم؟ 50 لیتر. تشکر. باز بیایید. الو، رئیس براه برآمد. 5 نفر همراهش هستند. از سوزشواری آب داشته انداختم. از همه زیاد 3 کیلومتر می رود. حالا گوی گروه یاری رسانش با خودش نیست؟ این کار برای ما خیلی آسان می شود. هر کس جایهای خودش رو گیرد. زود باشید. زودتر زودتر زودتر. وقتی پراندن با احتیاط باشید.
ҷойҳомонро гирифтем. як гурӯҳи дигарро барои кӯмак расондан ба мо равон кунед. зудтар, зуд бошед. зуд бошед. зудтар гузаред. چی خیل باشه شیر بچه من؟ از کن خونه چه میسازه؟ اما اپای کیزبان نمیتوانم. تو چه ها میگی؟ این خیل نمیشود. کاش شما هم اینجا میبوده. با من گوش کن. اپای کیزبانتون رو غم ندید میلش. اما من شما را یاد کردم. این شب خواب نمیکنم. شما را انتظار میشوم پدر. با تو وعده میدیم که امشب بر وقت میایم. میلش پدر جان. انا بین تیار شد. این طرفش رو هم سازیم. بعد تمام. چی شد؟ من هم نفهمیدم. پرونید. یک مردی هست که همه مقصدی رو همون می شود. بلای سرمان شده است. چی بوده است این بیشرف؟ نمیدونم، اما در هر جا پیدا می شود. قهرمان خلق است. او را سیاه‌بند میگوید. پرونید. سیاه‌بند تو کی هستی؟ ایستا کی هست؟ کی هست؟ عملیات به نتیجه انجام یافت. کدام ما را خلل رساند؟ به مقصدتان نمیرسید. خائنها نمیرسید به مقصدتان.
تا وقتی من زندم شما سرفراز نمیشوید. انتقام زن و فرزندم را از شما خائن ها میگیرم. ابله‌ها خیلی گرسنه ماندم. خیلی تو به این میوه حق داری سینان. حق تو هم هست اسبی من. مگیر خور ها. خور اسبم. چخیل حریف ها رو باب کردم. خور خیلی. حالا خنده کن. خور. سیب خوردن چخیل به تو میزیبد. خور بگیر خور اسبم. خیلی مهنت کردی، از راه دور آمدی، خسته شدی اسبک من، خسته شدی. خسته نباشید. تشکر. این زن یکی از محبسون را همسرش هست. آقای رئیس اینها رو روان کردند. تنها شما در آمده میتوانید؟ من که بر آمدم تو در آمیلش. یک نفر دیگر رو گرفته از آن طرف. بیا احمد برادر، ما در اینجا انتظار بشویم. مهرم، چی میخواهی؟ برای چی مرا اینجا دعوت کردی؟ مهرم، از تو عذر میخواهم، مرا ببخش. به خدا برادرت بودنش را نمیدانستم. آخر تو چی فکر کردی ها؟ فکر کردی که همسرت با تو 15 سال باز خیانت میکند؟ با گفته های دیگران باور کردی، شرم نکردی؟ نمیدانستم مهرم، برادرت بودنش را نمیدانستم. بیچاره برادرم خلیل را مادرم برای دعوای خونی نشود گفته به فرزندی آقای رشید. اما تو چی کار کردی؟ همه را از سر نواتش زدی. فرزندانی بیچاره امون را در بلا گذاشتی. من خودم تنها چخیل میتوانم آنها را از آقای رشید محافظت کنم؟ چخیل قربانت شوم مهرم، مرا ببخش. خدا تو را ببخشد تیمور. آخر مرا فریب دادن احمقها. وقتی که عکس‌های خلیل و تو را به من نشان دادن چی کار کردنم را ندانستم. نظام تنجی باشد. من هم نفهمیدم. نظام برای اجرای فرمان آماده‌اند سردارم. عسکر با طرف چپ گرد. با ماشین گذارید. رفیق کمیسر بخیر است؟ رئیس به دام افتاده است. احوالش چخیل است؟ چخیل است؟ رئیس خوب است اما وضعیت حمایتگرانش را نمیدونم. من به خانه میروم. تو مادرم را با خود بیار. با کجا میروی؟ با کجا؟ احمد چی شد؟ رئیس به ده همون نرفته است. او را به دام افتاندند. واه، اکنون چی کار میکنی؟ من رفته دخترم را میارم. دیگر انتظار نمیشم. سعید در رو گشا. سعید شما خواتی نشوید. من رفته جانم را نجات میدیم. شما یک عائله اید. من باشم خودم تنها، مورم نمورم هیچ فرقی ندارد. من باید رفته او را حتما بیارم. سعید طاهر، خدا را شکر تو را سلامت میبینم. بله خوبم. وضعیت دیگران چه خیلی است؟ کمی زخم برداشتم، اما باید حتما به بیمارخانه روم. تو با ما نمیروی؟ دلا، من باید با دهه آقای رشید روم. تو فکر نکرده رفتار میکنی. از تو خواهش میکنم یک قدم گذاشتم پس ابراهیم را فراموش نکن. من میخواهم که ابراهیم این روزها را از سر نگذراند گفته کوشش کرده ایستادم. وگرنه این خائن‌ها ابراهیم را هم راحت نمیگذرانند.
بچه‌ها کمک برادران کمک کنید. کمال نامک زبان عربی و فارسی را خیلی خوب می‌دانسته است. آنها عالمان ادبیات کلاسیکی تور بودند. یک شناسش به او زبان فرانسوی را آموزانده است. زحمت کشیده زبان فرانسوی را هم آموخته است. همین خیل رفته رجب به کجا؟ حاضر می‌آیم. محض با همین کوشش و زحمت‌هایش در نزد خلق شاعری نامدار می‌شود. رجب به من دوچرخه در کار. به من کلید رو ده. بخیرش چی شده است؟ زودتر. بچه‌ها شما شینید من حاضر می‌آیم. چی شد رجب؟ کار دارم گفت. دوچرخه را گرفته رفت. فهمم. تو بس این در رو من می‌آیم. خوب شده است استاد. مشتری محترم عین حال دست نارسمی باشد. معلمه چی شد دخترم؟ معلمه سلیم با ناموسم دست رسون. برای همین گریه میکنی؟ ناموسی گفته چی از دخترم؟ ناموس وقتی پیش در کار بود. حالا باشد همه آزاد هست. به هیچ کس لازم نیست ناموسی گفته‌ات. ناموس این خودش یک لذت دارد، اما برای دختری آزاد ناموس لازم نیست. به من گوش کن. برای از عقیده های پیش خلاص شوی گفته با سلیم تو را شناس نمودم. اما معلمه تو در حقیقت یک دختری خیلی زیبا می باشی. برای چی این خوشرویت رو برای ناموس شده از همه پنهان می داری؟ اگر سلیم این خیل کرده باشد تو از آن استفاده برده لذتت رو برار. برای همین گریه نکن و خرسند شو. اکنون حاضر راست به صنف رو. با سلیم یک امکانیت دیگر بده میلش. یا اینکه کمک پولی می دادم اون رو فراموش ساختن می خواهی؟ تو دختری به نهایت با عقل آیشه. فراموش نکن امشب چای نوشی ماندیو. حالا میبینیم برای کمک پولی تو باز از دستمون چی می آیده؟ هیچ چیز رو با تو دریغ نمیداریم عزیزم. روا کن. مایلش معلمه. برای تو هم نقشه های مهمی دارم آقای یلمز. بیا برادر. احمد، سعید. مادر. در کجایت سرونا؟ در کجا مادر؟ احمد. مادر. کجا؟ چی شد؟ چی گپ؟ احمد، سعید در کجاست؟ سعید به ده همون رفت مادر. من باید میرفتم اما ما رو در اینجا محکم کرد. با کجا میروی پسرم ایستو؟ او رو میکشند. برای من شده برادرم رو میکشم مادر. نمیگذارم روی. نمیگذارم. صدی را هم نشوید مادر. ایستو همه این از دست تو شد. حالا باشد میگویی که برادرم رفت. نگذاشتید که رئیس خودش حل کند. مادر اما رئیس. بس کن. تو را گفتن در جایت نجنبیده شین. من خودم این را حل میکنم. برادر به من یک ماشین یاب. الو آقای رفعت، این شمایده؟ بله منم الدو. ماشین کاریتون خالی نیست مگر؟ اگر اجازت می بود ماشین را به نزد ما روان میکردید. مسافران رئیس در دهه بالا هستند. برای همانها لازم بود.
متاسفانه آلدو حالا مشغول است. حالا گویی که در دهه بلند. متاسفانه مشغول بوده است. برادرم جمشید برادرم در همین جاست. او در همین نزدیکی ها دکان دارد. شاید او به ما کمک رسانده تواند. ولی او چی کار کرده میتواند؟ خودتان هم میدونید که چندین سال میشود پدرم با او گپ نمیزند. برادرم هم او رو گوش نمیکند. دیگر چی کار کنیم؟ علاجی دیگر نداریم. با دقت باش. از محبسخانه عمرانی بعد نیم ساعت پس با اتوبوس میآیند. تو با مرکز سوزیواری بردمون. من خودم دیگرش رو برده تسلیم میکنم. بغیر این با آنها یک چند کسی دیگر داخل است. اما جناب 1 ساعت پس به نقطه سوزیواری برده میرسونم. اکا جون. ناز؟ در اینجا چی کار میکنی؟ اکا با کمکی شما نیاز دارم. با من کمک رسونید. چی شده است؟ کنی گپ زن؟ در همون یک ناخوشی رخ داد. پدرم با من زیر برآمدند. من گریختم اما دخترم در دستشان موند. حاضر سعید برای گرفتن دخترم رفت. اگر حاضر نرویم سعید رو میکشند پدرم. من کار دارم ناز. سرم رو در بلا نگذار. از برای ثوابک جان با من کمک کنید. بغیر شما هیچ کس ندارم. مثل شما در نزد پدرم بی‌قدر شدم. قربانتون شوم اکا جان. نه خود روزهای گذشته رو به یاد نآورید. وقتی که پدرم شما رو میزدن مگر من گریان نبودم؟ وقتی که شما رو از خوراک محروم ساخته بودن من پنهانی به شما خوراک نمی آوردم مگر؟ مایلش ناز دیگر گریه نکن. زود به ماشین سوار شو. زود. تو بنا زحمت را. من آنها رو گرفته میآورم مگر. باید جناب رو ببینم. برای چی؟ معلومات مهم دارم. فقط با او میگویم. مایلش گذار. آقای رئیس تو کارگری دولتی برای ما قانونی تو برای ما سردار هستی چیزی گفتنی باشی بگوی ما کار داریم. جناب رشید معلوم که شما از من خفه هستید. برای چی از من خفه هستید؟ شما در وقتش خالد رو صاحبی نکرده اید. برای دوای خونین شده با او پدری نکرده بودید. آن مسئله دیگر است رئیس. کاردار نشوید. با من گوش کنید جناب رشید. همه این یک مسئله هست. برای تیمور فریب دادن با همسرش تهمت کرده است. خداوند از تو راضی باشد رئیس. زحمت کشیده نزد ما آمدید. برای شما را آگاه کردم بود. جناب رشید با من گوش کنید. سبب همه این ناخوشی ها نفت است. اگر این دوای خونین دوام گیرد یگان کس در این دهاتون زنده نمیماند. آنها هم به مقصدشون میرسند. آقای رئیس نو مرده ها را برداشتند.
اگر اجازت باشد به نزد من مهمانی دیگری آمده است. خداوند از شما راضی باشد برای آمدنتان. پسرم با آقای رئیس راه را نشان ده. مرحمت. کنه دخترم خوراکت را خور. من نمیخورم. امینا. امک جون. چی خیل هیچ چیز نمیخورد. من حاضر خودم او را میخورانم. یک کودک را نگاه کرده نمیتوانید. میگریزند. ایستا. آقای رئیس ایستا. ایستا میپرانم. بابا با توایم گوی نپراند. ایستا. او را به من ده. پراکنده شوید سگانی گرسنه. پسرم را به شما نمیدهم. برگردان میرم. این دعوای خونین را تمام میماند وگرنه پیش راهتان را سر نمیدیم. شما چی ها میگویید آقای رشید؟ برای چی دعوای خونین را تمام میماند؟ گناه این کودک چیست؟ کدام مادر پسرش را به کسی دیگر میدهد؟ تا وقتی زنده ام پسرم را به هیچ کس نمیدهم. مرا فهمیدید؟ یگان تاش را به هیچ کس. رفتیم. با ماشین ها شنید. این دعوا تنها با خون ریختن تمام میشود. جمشید آخر آمدی. خریداران آمدند و اما بی صاحب مانده برآمده رفتند. کارگرت به من خبر داد. من خودم خسته آمدم. کمتر پس سردارمان می آید. ماشین از کار برام بودن. در راه ماندم. پولی تشکیلات را با دختران کیف و صفا کرده بعد از کار برآمد احمق. به خدا این خیلی بودن. این جسد را گرفته به نزد دیگر جسدها بردمان. بعد به پلیس خبر ده. این جسدها را که دیدند به عائله هاشان خبر میرسانند. وقتی که این جسدها را دولت به عائله‌شان ندهد وضعیت نارام میشه. مایلش.
سعیدی احمق. تو را زنده نخواهم گذاشت. هیچ کجا گریخته نمیتوانید. تو را میکشم ای زنک احمق. میپرانم. ایستد بگویم. برو با اینجا. ایستد، اینجا مکتب است. اینجا با سلاح در آمدن ممکن است. تو کاردار نشم معلم. دعوای من با آنهاست. آقای معلم شما کاردار نشوید. این مسئله دیگر است. اینطور باشد. باید اول مرا پرانید. اگر لازم باشد این گفتت را هم اجرا میکنم. شما شکار میکنید. یک طرف ایستید. اول ما رو پرونید. شما میگویم اول پرونید. رو نمیفهمید. اول ما رو پرونید. شما چیکار کردید؟ ما رو پرونید بعد اینا رو. ایستا. یک طرف ایستید. ایستا تو چیکار نکنید؟ شما دیوانه شده است. ایستا. یک طرف ایستید. اینا کودکانند. لعنت به شما. بپرانم. یک طرف ایستید. تا رفتن آقای رشید در همین جا مانید. بعد رفتن آنها میرویم. بچه ها همتون بسیب درآیید. زود باشید. همتون به دست درآیید. زودتر باشو. با کجا گرفتن؟ همه بسید. لعنت به همه شما. زود باشید میرویم. این چی کاری رزیلی بود؟ در مکتب این آدم ها با سلاح چیکار دارن؟ مگر تو قانون و قاعده مکتب رو نمیدونی؟ معلمه واقعه رو خودتون دیدید. ما دیگر علاجی نداشتیم. در مکتب چرا اجازت میدید که با سلاح بیایند؟ این چی به اهمیتی است؟ همه این را حسابش رو به من میدهید. معلمه رئیس شما رو سرداری عسکران آقای یوسف منتظر است. خدای تو با چی کار داشته است اینجا؟ خوش آمدی کمیسر. خوش باشه آقای رئیس. بخیر است؟ آنقدر خبری خوش نیست. چتین را رها کردند. چی؟ چی خیل شد؟ وقتی که ما در عملیات بودیم بنابرای حجت قلبکی را نشان داده او را رها کردند. فهمه. حالا آن حجت در دستتان است؟ آن خیلی حجت را نمیگذارند رئیس. با خودشان گرفته میبرند. باید او را در آنجا نگاه نمیداشتیم. اکنون با عائله تیمور ضرر میرساند. باید عائله‌اش را به یگان جای دیگر کوچانیم. فهمیدم. آنها را به استانبول روان میکنم. پلین همین شب 5 چیپتا به استانبول گیر. نه پاگو گیر. پاگو. خوب شد است رئیس. آنها در همین خانه اند. پگاه ساعت 11 به استانبول سفر دارند. اگر آنها را نکشند میروند. آفرین ریفت. فکری خوب کردی.
بیا پسرم بیا. ایست. بیا بیا. بیا بیا. فهمه برادر، تشکر. آخرین مراحل در مکتب بودن. احتمال کلان صبح شدن را انتظارند. مادر جان دختر جونکم زینی برادر لبای پسرم حاضر میایم جانم، اما باز خواب نکنیم میلش. میلش پدر جان، وعده میدم که خواب نمیکنم، اما شما زود بیایید. به من ده. امین دخترم. باش میکنم کمیسر. در غار کلان چندین جسد را پیدا نموده. حالا در بیمارخانه خویش تباران این جسدها آمده اغوا انداخته ایستادند. این جسدها از آدمای تشکیلاتند. اگر آمده اینها را آرام نکنید وضعیت خوب نمیشود. بچه من ملش خدا را شکر که هممون جمع شدیم. ملش پاگو ساعت 11 شب دارید. من کمی کار دارم. آماده شما را میبرم. سعید تو پاگو با مکتب رفته تصدیق نامه رو گیر. من تو را از اونجا میگیرم. خوب شد از آقای رئیس. بعد یک جای برام میبریم. خوبی خوش با شما. خدا از شما راضی باشد آقای رئیس. تشکر آقای رئیس. تشکر آقای رئیس. برای چی تو ها پدرم نامده است؟ گفته بود که حاضر میآیم. حاضر میآید پسرم. هر روز پدرت آمده تو رو در وقت خواب بودنت میبوسد، اما تو او رو نمیبینی. اما من او رو حاضر دیدن میخواهم. لبای توهیر فهمو میفهمونم. کنی به اینجا بیو. اوپ پدرت امشب نمی اومده است. این بوسه کردم از آن پدرت بود. پراکنده شوه. دولت جسدها را به شما نمیدهد. قانون همین خیل است. حکم چنین است. آنها خویشاوندان ما میباشند. تا آنها را نگیریم به هیچ کجا نمیرویم. شما را برازمه. شما برای کارگران دولت را ما به شما باور نمیکنیم. خواهش میکنیم جسدها را برادیم. جنازه ها آنها خویشاوندان ما میباشند. تا آنها را نگیریم به هیچ نمیرویم. جسد را دید بابا گفته. شرم نداشته جسدها رو بخواهند. باید تروریست ها رو جنازه خواندنشان به درست باشد. اینها تروریست نه. اینها باید جسدی فرزندشان را بگیرند تا اینکه جنازه اش را کنند. آقای ریفت با من گوش کنید. گوش کنید با من. با من گوش کنید میگویم. گوش کنید آخر. با من گوش کنید. با من گوش کنید. همدردی ما را قبول کنید. کمی نفهمی رخ داده است. همه اتون جسدهایتون را بگیرید. اما اولا آقای مفتش از تحلیل میگذراند. بعدا صبح سحر آمده جسدهایتون را گرفته برید. خداوند از شما راضی باشه آقای زنده باشید. آقای رئیس این ناممکن است. جسدها را از اینجا بردن اجازت نیست. هیچ گپ نمیشود آقای رفت. شما پروا نکنید. تشکر آقای رئیس. اینها جسد فرزندشان را بردن میخواهند. تشکر آقای رئیس. خداوند از شما راضی باشد. یکی از آنها خویش نزدیکی آقای رشید است. ما وی خبر دهید که تو اینکه آمده جسدش را برد. مایلش خبر میدیم.
سلام علیکم آقایان. و علیکم السلام. و علیکم سلام. مرحمت. چی میخواهید؟ در کجا بودن دشمنانتان را میدانیم. پگاه ساعت 11 میرود. اگر تا ساعت 11 یگان کار کنید خوب میشود. فهما. اما تو کی هستی؟ برای چی با ما کمک میرسانی؟ حالا ولی من این خیلی پسر ندارم گفتم. نمیفهمید. مایلاش خواب خوش. پدر چی شد؟ جمشید مرده‌اش رو پیدا کردند. پدر چی کار میکنیم؟ جسدش رو میگیریم؟ من این خیلی پسر ندارم. کاری ندارم با جسدش. کار ما با دشمنانمان است. سحر رفته کار رو تمام کن. متاسفانه رئیس میگوید من چونین پسر ندارم. جسدش رو نگرفته است. فهمو مادامی او جسد رو صاحبی نمیکند ما خودمون جنازه‌اش رو خوانده به خاک میسپاریم. کارگری دولت شده وظیفه همون را به انجام میرسونیم. آهسته ایستید که نبینم اول شده که میبراید. تو انسان خوبی رئیس. من تروریست گفته او را صاحبی نکردم. اما تو کارگری دولت شده با او صاحبی کرد. این وظیفه ما است. اینها از همه پیش انسانند. انسان. دیگر دعوای خون نیست. چیزی که گویی همان خواهد شد. اکنون با گفتار میکنم. اگر گویی که میمورم. از بحر دوای خونین گذشتنتان بسنده است. خدا رحمت. تشکر. خدا رحمت. تشکر. خدا رحمت. تشکر. وقتش رسید پدر. اول سعید برآمد از خانه. حاضر او را میپرانم. ایستا. دیوانگی نکن. چی شد پدر؟ با تو گفتم ایستا. برای چی پدر؟ آخر آنها را باید عذاب بیفتیم. با گپی من کن. با تو میگویم. مایلش پدر. هرچی که میخواهید. رفتیم. حالا همین خیلی گوش و از دستتان هیچ چیز نامد که بر رئیس کنید. هیچ چیز از دستتان نمی آید برای ما کردن. حیف شما چه کار میکنید؟ من نمیفهمم. شما چه کار میکنید؟ برای چی لازمه شما؟ گوش کنید سردارم. این دعوای خونین ناتمام خواهد ماند. چتین دعوا من خیلی نگاه نکن. تو این کار انجام خواهی داد. تو باید این کار را با تمام مناطق کشور به طریق تلویزیون خبر خواهی داد. تازه رفته آن آیله را به قدر رسان. در مجله تلویزیون می نویسیم که این دوای خونین دوام خواهد کرد. خیش تباری تیمور و خیش تباری رشید را به یکدیگرش مثل موش و گربه به دشمن باید سازیم. زود از پسی کار شده این گفته هم را به انجام رسان. همه‌شون رو کشیم.
اگر خواهی یک قسمش را میکشیم میشود. زد باش چتین، رفته کار را تمام کن. با جان و دل سردارم. تو هم. یلماز لابای حجت‌های سعید را آماده ساختیم. اکنون میرود. مایلش. تشکر مایلش. اکنون همه ما را دخترم ایستا. بیلاب کنی صورت امینه رو گیر. لباس کاتولیک ها با تزیه بیده است شهباز. کی میداند اگر ایمان میشدی چه خیل میشدی؟ این لباس کاتولیک ها بسنده است. باز مرا با مسئله ایمان همراه نکنید. به من ایمامی زیبنده نیست. نظر شهباز، حالا تو را ایمان کردنی نیستم. این مراتب وظیفه دیگر است. وظیفه داری تشکیلات در شهر دیروز از وظیفهش سبکدو شد. به جای او تو را ماندن میخواهم. از امروز پس در شهر وظیفه داری تشکیلات تو میباشی. از این لباسی داشتت هیچ کس از تو شوپه کردن نمیتواند. ما بی ممانعت کارهایمان را ادامه میدیم. شما را پدری روحانی مددگار است کرمیزی. با دقت باش شهباز. این از کاری مختاری کرده از خیلی فرق دارد. یک خطای خوردن ما را در بلا خواهد ماند. اما تو فراموش نساز، اگر من در بلا مانم تا آخرین قوتم برای نیست کردنی تو تلاش میکنم. مایلش من رفتم. سعید اینجا بیا. نه تلفن. مادر. احمد تو زنده ای؟ مادر. تلفن. مادر. مادر. چتین
سعید تو رو راحت نمیگذارم. سعید میرم خاله، شما زنده هستید؟ پسرم، سعیدم به تو امانت. اگر پسرم را با مثل پسرت نگاه نکنی حقم را حلال نمی کنم. از برای ثوابی خیر نگوید شما حالا زنده میمانید. از برای من شما را بدحالتون رساندم. شما را نجات دادم نتوانستم. پیراهه تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.